بسم الله، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم در برنامه دفاع از سنت و موضوع امروز باز در مورد یکی از مسائلی است که به خاطر حوادثی که این اواخر در ایران رخ داد ما این موضوع رو انتخاب کردیم و اون هم قصاص پدر به خاطر کشتن فرزند خودش و یکی دیگر هم قصاص مرد به خاطر کشتن یک زن هست. آیا همچین چیزی در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله وجود داره و چه حکمی داره؟ ما میدونیم که در ایران اگر پدری فرزند خودش رو بکشه، مثل مواردی که رخ داد، پدر رو نمیکشن و مرد هم در مقابل زن کشته نمیشه. آیا همچین چیزی در سنت پیامبر وجود داره؟ حکمش چی هست؟ و ما انشالله میخوایم امروز در مورد این قضیه صحبت بکنیم. به همین خاطر در خدمت جناب دکتر عبدالحمید عالی هستیم و این سوال‌ها را از ایشون میپرسیم. جناب دکتر السلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش اومدین به برنامه. در خدمت شما هستیم. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. جناب دکتر، این سوال‌ها رو ما مطرح کردیم. آیا پدر اگر فرزند خودش رو بکشه، حالا فرزندش چه دختر باشه چه پسر، قصاص میشه؟ این یک قضیه. و قضیه دیگر، آیا مردی زنی رو بکشه قصاص میشه یا بعد نصف دیه رو بده بعد قصاصش بکنن، مثل چیزی که الان تو ایران هست؟ اگر مردی یک زن رو بکشه باید نصف دیه رو خانواده زن به خانواده مرده بدن، بعد مرد رو میکشن بجاش. بله. آیا همچین چیزی هست در سنت پیامبر؟ چگونه است قضیه؟ نه خیر، چنین چیزی وجود ندارد. سوال بسیار بجایی است و سوال بسیار مهمی است در واقع. یعنی اصلا انتخاب این موضوع به خاطر همین حوادثی بود که در اواخر پیش اومد و بعضیها تصور میکردند این به خاطر این است که دین چنین چیزی را فرموده و بیان کرده و در نتیجه مردم به حتی بعضیها میگفتند تا دین بر سر ما باشد این مشکلات خواهد بود، در حالی که ما تمام این مسائلی که پیش اومده اولا انسانهای عادی بودند، انسانهایی نبودند که نماینده دین باشند یا خودشون خیلی به مسائل دینی پایبند باشند یا آگاهی از دین داشته باشند. این یک جامعه است بالاخره جاهلی، یعنی در بسیاری از موارد هنوز مردم همون راه و روش عرف و عادت خودشون دارن پیاده میکنند و بر اساس عرف و عادت خود زندگی میکنند. خیلی ها از مردم اینجوری هستند، یعنی اینجوری نبوده که قرآن حاکم باشد و اصلا در ایران چیزی که هیچ رنگ و بویی ندارد خود قرآن است و با این کارهای غلط و نادرستی که اینا انجام میدهند کاری کردند که مردم را از دین بیزار کردند، چون دین حقیقی را به مردم نشون نمیدن، همش خرافات، بت پرستی، انسان پرستی، غلو و زیاده روی در همه چیز جز در دین را گرفتار کردند. با قول خمینی میگه ما هر چی داریم از محرم و سفر داریم، محرم و سفر جز بدعت و خرافاتی چی در آن وجود ندارد. یعنی ما جز خود موضوع بسیار مهم است. من حقیقتا به این قضیه خیلی پرداختم و خیلی نگاه کردم و مخصوصا در سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم به این قضیه با دقت نگریستم تا ببینم آیا این قضیه چگونه است. آخر در بین اهل علم اگر نگاه کنیم بله قول علما وجود دارد، اقوال وجود دارد، اما ما دین را از قرآن و سنت میگیریم در واقع. یعنی اگر در جایی ثابت شد قول عالمی از علما، فردی از افراد مثلا با قرآن یا با سنت همخوانی نداشت، ما این قول دیگه اون شخص نزد ما محترم هست اما قولش دیگه معذوریم از تبعیت کردن، از پیروی کردن از آن. البته این برای کسی که بتواند تشخیص بدهد که این قول مثلا دلیلی ندارد در شریعت، در قرآن و سنت دلیلی ندارد و خود علما ما را این گونه تربیت نموده اند که پیروی از شخص معینی ما نمی کنیم به عنوان
خودش یعنی خیال کنیم این فرد هر چی گفته درست گفته. نه، کسی چنین چیزی وجود ندارد جز رسول خدا صلی الله علیه و سلم. هر چی گفته صحیح است. غیر از رسول خدا در میان مخلوقات کسی اینجوری نیست. درست. تمام شد و رفت. هیچ کسی چنین ویژگی ندارد هر چی گفت درست باشد. امام مالک میگه، امام مالک میفرماید همه حرفاشون درست امکان داره درست باشه، اشتباه هم باشه، بجز صاحب این قبر که امام مالک خودش امام بوده در مسجد امام دارالهجره بوده، در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و سلم تدریس میکرده، مرتب اشاره میکرد به مسجد كل يؤخذ من كلامه ويترك الا صاحب هذا القبر. تمام انسان ها بعضی از سخنانشون قبول است، بعضیش مردود است، جز صاحب اون قبر. درست. این قول تمام، این حرف واضح است. در نتیجه من همچنین که روز یعنی مسائلم بیشتر تأکید میکنم بر امام بخاری که اصح الکتاب است بعد از کتاب خدا. درست. اولا این مطلبی است که پروردگار در مورد قصاص به صورت عمومی حکم را بیان نموده. بله. النفس بالنفس. تمام شد و رفت. یعنی در مقابل یک شخص کشته می شود. دیگه هر کسی باشد، زن باشد، مرد باشد، کوچک باشد، بزرگ باشد، هر چی باشه هیچ فرقی نمی کند. خداوند متعال فرموده و کتبنا علیهم، در مورد دین یهود بیان می کند. و کتبنا علیهم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فیها ان النفس بالنفس. یعنی ما در کتاب تورات بر یهود قرار داده ایم که در مقابل نفس کشته می شود. تمام، یعنی این نفس هر چی باشد. والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. یعنی کسی چشم کسی را کور میکنه چشمش کور می شود، بینیش را میبرد بینیش بریده می شود، گوشش را میبرد گوشش بریده می شود، دندانش را میشکند یا میکند دندان خودش دقیقاً قصاص می شود. والجروح قصاص و سایر زخم‌ها و چیزهای دیگر به همین صورت قصاص می شود. فمن تصدق به فهو کفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. اگر کسی گذشت کرد اشکال ندارد. در دین یهود تنها قصاص وجود دارد. در دین نصارا تنها دیه وجود دارد. در دین اسلام هم قصاص هم دیه. درست. یعنی این تفاوت است. یعنی دو تا مورد وجود دارد. یعنی این نشانه کامل بودن این دین است. کامل بودنش نسبت به اینها نگاه میکنید. در دین یهود فقط قصاص، در دین نصارا تنها دیه. درست. در دین اسلام هر دوتا موجود هست. این نکته خیلی مهم است. حالا کتاب خدا اینو برای ما بیان میکند. امام بخاری نکته خیلی قشنگی بیان میکند، میفرماید قتل الرجل بالمرأه، باب قتل الرجل بالمرأه. یعنی کشتن مرد در برابر زن. یعنی اگر مردی زنی را کشته می شود. حالا این مرد هر کسی باشد. اینجا حتی امام بخاری معین نکرده این مرد که باشد و که نباشد. یعنی منظور آزاد و برده و هر کسی باشد، آزاد باشد، برده باشد، پدر باشد، غیر از پدر باشد. درست. به صورت عمومی گفته مرد کشته می شود اگر زنی را بکشد. تمام شد و رفت. حالا این زن هر چی باشد. ظاهر مطلب اینجوریه. نکته خیلی مهمه. بعدا امام بخاری یک حدیث را بیان میکند. انس بن مالک رضای خدا بر او باد میفرماید رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل یهودیا بجاریه قتلها على اوضاح لها. میفرماید رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک مرد یهودی را کشت به خاطر اینکه یک دختر را کشته بود به خاطر اینکه چند تا مثلا گردنبند مثلا طلا و آرایشی بالاخره همون زیور آلات او را گرفته بود، او را کشت. حالا این مطلب به صورت مفصلتر این حدیث بیان می شود که او را سر او را گذاشته بود بین دو تا سنگ و محکم او را له کرده بود و داشت فوت میکرد. سوال کرد گفت چه کسی تو را کشته؟ یکی اسم آوردن فلان 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 تا رسید به اسم این یهودی. گفت بله همین بود. سرش رو تکون داد و دیگه فوت کرد. بله.
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمام بخاري همون باب را آورده فرمود إذا أقر بالقتل مرة قتل به. درست. یعنی اگر یک بارم اعتراف کند که چه کسی او را کشته تمام دیگه کافی است. یک اعتراف یک باره کافی است. مثل قضیه زنا نیست که باید 4 دفعه. بله باید 4 نفرم باشد، یکی خودش اقرار میکنه فلانی منو کشته تمام. بله. همین که و این شخص بالاخره همون حدیث که بیان کردم اصل کاملش امام بخاری آورده و در اینجا فقط این قسمت کوتاهش آورده و در اونجا کامل حدیث را به صورت کامل آورده و اون باب را در مورد آن بیان کرده. حالا این نکته بعدا میفرماید امام بخاری وقال اهل العلم يقتل الرجل بالمرأة، به صورت یک عامل میفرماید اهل علم میفرمایند مرد کشته می شود در برابر زن اگر زنی را بکشند. میگه قال اهل العلم. درست. تمام. یعنی امام بخاری اعتراض، یعنی حتی اگر قول مخالفی باشد اینقدر ضعیف از اعتبار ندارد پیش امام بخاری. نزد امام بخاری قول مخالف در اینجا اینقدر یعنی نادر و کم هست انگار اعتباری ندارد. درست. قال اهل العلم، یعنی از اساتید خودش نقل میکنین. بله دیگه از گذشتگان خود، از قبل از خود. قال اهل العلم يقتل الرجل بالمرأة. درست. و بعدا نقل میکند میفرماید از عمر بن خطاب نقل شده که مرد در برابر که زن هم در برابر مرد کشته می شود و در هر عمل عمدی که انجام بگیرد مثل آن می شود تا اینکه به تمام جراحات می رسد و برعکسش هم اینجوریه. یعنی هم مرد زن کشته می شود و مردم برعکسش هم. و آن و میفرماید عمر بن عبدالعزیز و ابراهیم نخعی و ابو زناد از یاران خودش بیان می کنند که خواهر ربیع انسانی را زخمی کرد و رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم القصاص، باید قصاص شود، یعنی هیچ فرقی نمی کند. بعدا این مطالب امام ابن المنذر یک عالم بسیار بزرگوار در قرن چهارم صاحب کتاب الاجماع که یکی از مجتهدین بزرگ این امت است میفرماید اجمعوا، اهل علم اجماع دارند بر این که مرد کشته می شود در برابر زن و زن هم کشته می شود در برابر مرد. میگه الا یک قولی نباشد که از علی و حسن و عطا وجود دارد که یک قول ضعیفی است، یعنی اون قول را اون میگه اجماع وجود دارد، بعدا این اقوال را یک نوع شاذ نگاه میکند، یعنی اصلا انگار این قول معتبری نیست که در مقابل وجود دارد. درست. حالا اما مطالبی که در اینجا بهتر است که بیان کنیم، امام ابن حجر در شرح صحیح بخاری بیان می کند، میگه این مطلبی که امام بخاری فرموده اهل علم گفتند مرد در برابر زن کشته می شود، میگه منظورش جمهور است، اما اون به صورت اهل علم گفته وگرنه که مخالف وجود داره. بعدا این را بیان می کند که میگه سعید ابن منصور از طریق ابراهیم نخعی بیان کرده که اون هم از طریق عروه بارقی تا شریح قاضی نزد عمر میفرماید قال جرح الرجال والنساء سواء و سنده صحیح. میفرماید زن و مرد در برابر همدیگر چه همدیگر را زخمی کنند یا هر چی باشد یکسان هستند، هیچ تفاوتی در آن وجود ندارد. این نکته خیلی مهم است. و حتی بیان میکند که امام بیهقی میگوید از طریق عبدالرحمن بن ابی زناد، اون هم از پدرش نقل میکند، میگه من به فقهای خودمان رسیده ام و فقهای هفتگانه صحابه هم از مشایخ و غیر از آنان از اهل فقه و فضل همشون بر این بوده اند که زن و مرد مثل هم مساوی هستند. بعدا میگه حالا میگه ما غالبا از قول فقها اونایی که بیشتر بودن یا فضلشون بیشتر بود، اگر فرضاً اختلافی هم در بیان آنها وجود داشت ما قول بیشتر را میگرفتیم و قول افضل را
انتخاب میکردیم در میان اینها، ولی در این مورد اختلافی نبوده. درست. حالا پس در اینجا پروردگار حالا بعضی از اهل علم که میگویند مرد در برابر زن کشته نمی شود استدلال میکنن به این آیه. این آیه که خداوند متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، ای اهل ایمان بر شما قصاص فرض گردانیده شده. یعنی همچنان که روزه بر شما فرض است قصاص هم بر شما فرض است. کتیبه به لفظ کتیبه برای روزه هم همین گفته. در مورد کشته شدگان الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. در اینجا نکته خیلی مهم است. میفرماید کسانی اومدن این آیه برداشت دیگری کردن. میفرماید اگر کسی، یعنی آزاد، انسان آزاد در برابر انسان آزاد کشته می شود، انسان عبد در برابر عبد، زن در برابر زن، هر کسی. اما اگر کسی گذشت کرد و قصاص نکرد کار پسندیده است و فاتباع بالمعروف به صورت پسندیده مطلبش قبول می شود و باید دیه را به اونها به صورت پسندیده پرداخت کند. اونایی که اولیای دم به اولیای دم پرداخت شود. این میگه این یک تخفیف از جانب پروردگار. حالا بعد میگه فمن اعتدى بعد ذلك، این نکته خیلی مهم است. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم. اگر کسی بعد از این تعدی و تجاوز کند برای او عذاب دردناکی وجود دارد. حالا پس این آیه مگر نگفته آزاد در برابر آزاد کشته می شود و عبد در برابر عبد و زن در برابر زن؟ یعنی از این آیه گفتن پس مفهوم مخالفه یعنی زن در برابر زن کشته نمیشه، زن در برابر یعنی مرد در برابر زن کشته نمیشه. ولی جوابش چیست؟ میگه جواب این است. امام طبری در تفسیر خیلی قشنگ و زیبا میگه اصلا این آیه سبب نزولش این بوده که مردمی بودند متعدی و متجاوز. اگر کسی مثلا زنی از آنان میکشت میگفتن ما زن نمیکشیم، یک مردی از اونها میکشیم. اگر زنی از اون زنی کشته بود متوجه هستی؟ میگفت ما کار به زن نداریم، از اونجا باید بدیم بزرگشون بکشیم. اگر کسی عبدی از اونها از اون قبیله دیگر عبد اونا را کشته بود میگفت ما عبد را نمیکشیم، آهایش را میکشیم. دقیقا این یک جاهلیتی است که من شنیدم حتی در متاسفانه وجود داره در بعضی جاها و در بعضی مناطق. مثلا کسی را میکشد میگه ما اونو نمیکشیم، باید کسی دیگر غیر از اون بزرگ قبیلشون بزرگ قبیله را باید بکشیم. یعنی این در واقع این انحراف، این تجاوز از حدود شرع خدا هنوز در میان مردم وجود دارد و این آیه برای این نازل شده که اگر زنی را کشته باید همون زن کشته بشه. اگر عبدی را کشته همون عبد کشته میشه. اگر آزادی را کشته همون آزاد کشته میشه، نه برعکس. بعدن اون آیه چون بعدن گفته فمن اعتدى، این میشه تجاوز از حد. اگر کسی بیاید مثلا به جای کسی دیگری را بکشد و الا تزر وازره وزر اخرى، گناه کسی بر دوش گناه کسی دیگری نیست. این نکته خیلی مهم است. بعدا میفرماید ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. در قصاص برای شما حیات وجود دارد. درست. یعنی چی در قصاص حیات وجود دارد؟ یعنی این یکی از معجزات قرآن است که فقط در این جمله ولکم فی القصاص حیات، نگاه کن در این جمله چقدر معانی و مفهوم در آن جمع شده. یه جمله خیلی کوتاه، یعنی خیلی کوتاه پر از معنی. فی القصاص حیات، سه کلمه. تمام. فی القصاص حیات، ولکم فی القصاص حیات. یعنی گفتن آیا از این بهتر نمیشه گفت؟ نه، گفت عرب گفته القتل انفال القتل، ولی هیچ قشنگی در این جمله وجود ندارد. یعنی میگه کشتن مانع بیشتری میشود از این که کسی را بکشد، ولی نکته این نگاه میگه قصاص باعث حیات و زندگی است.
یعنی حیات را به بار می آورد. یعنی چی؟ یعنی اگر شما قصاص را انجام دادید مانع این می شود که دیگران را بکشند و نهایتا امنیت و آسایش جانی ایجاد می شود. با یک جمله بسیار کوتاه: ای اولی الالباب، ای صاحب، ای خردمندان، شاید شما متقی شوید. حالا پس این آیه، بحث این آیه با اون قضیه مربوط نیست که اگر زن در برابر نهب میگوید شما تجاوز نکنید از حد خودتون. درست. وگرنه خدا فرموده و کتبنا علیهم، این هم برای ما همین است، ان النفس بالنفس. درست. به همین خاطر امام ابو حنیفه حتی میگوید اگر مسلمانی کافر ذمی هم بکشد اون مسلمان کشته می شود. درست. ولی در اینجا ما در حدیث داریم دلیل در سنت که اون کشته نمیشه، ولی برای زن دیگه نداریم. درست. برای کسی دیگری نداریم. ما در اینجا نص داریم که اگر کافر مسلمان، چون پیامبر خدا فرموده صلی الله علیه وسلم المؤمنون تتکافأ دماؤهم. درست. تمام ایمانداران، اهل ایمان، تمام مؤمنان خونشون مثل هم است. در میان مؤمن هم زن وجود داره، هم برده وجود داره، هم مرد، هم بچه، بدون استثناء، کوچک و بزرگ و زن و مرد مثل هم هستند. تتکافئ. درست. هم کفء و مساوی هستند، همشون مثل هم در خون. الله اکبر. درست. اسلام اینجوری میفرماید. پس در چه صورتی کسی میتواند جان کسی را تعدی به جان کسی کند؟ امام عبدالله بن مسعود میفرماید رسول الله فرمود، این در صحیح بخاری مسلم آمده، میفرماید حلال نیست هیچ انسانی خون مسلمانی را بریزد که گواهی میدهد معبود بر حقی وجود ندارد جز الله و گواهی میدهد که رسول الله که من رسول خدا هستم، مگر در برابر سه چیز. یکی النفس بالنفس. رسول خدا هم صلی الله علیه و اینو فرموده، همین که به این قل و دله با یک نکته خیلی قشنگ و زیبا، به جای این که بگوید اگر کسی مثلا کسی را کشت، زن کشت، مرد بکشد، اینجوری النفس بالنفس، تمام همه جان در مقابل جان، جان در مقابل جان. بعدن و الثیب الزانی، بعدن گفت اگر متأهل زنا کند و المارق من الدین، کسی که از دین خارج شود و در برابر دین قرار بگیرد. در حدیث بعدی این قضیه را روشن میکند، میگه و رجل یخرج من الاسلام فیحارب الله و رسوله. سبحان الله. این نکته خیلی قشنگ است. میگه مردی یا انسانی از اسلام خارج شود با خدا و رسول بجنگد، چنین کسی فیقتل. درست. این امام ابو داود و امام نسائی روایت کردن و امام حاکم و حدیث هم صحیح است. درست. به این لفظ هم، یعنی کسی که با خدا و رسول محاربه می کند، یعنی رده مغلظه داشته باشه. این دیگه صریح و روشن برای یعنی متوجه اون افرادی می شود که مرتد می شوند و با خدا و رسول می جنگند. درست. جنگ با خدا و رسول می کنند. حالا اون لفظی که اون حدیثی که گفتیم امام علی روایت می کند، میگه المؤمنون تتکافأ دماؤهم و یسعى بذمتهم ادناهم وهم على من سواهم ولا يقتل وهم يد واحد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. میگه مسلمان در مقابل کافر کشته نمیشه. درست. هرچند ابو حنیفه بر این باور است که میشه، طبق النفس بالنفس. اگر این آیه نبود، اگر این حدیث نبود، دیگه قبول بود قول امام ابو حنیفه. درست. ولی جمهوری علما اینو نگفتن به خاطر این حدیث. درست. در نتیجه این هم مواردی از این قبیل و دوست داشتم که اشاره کنم حالا به مورد بعدی. اکنون ما به صورت عمومی بیان نمودیم که زن و مرد هیچ تفاوتی نداره در دین. درست. و این که اگر مثلا مردی زنی را کشت، باید زن مرد کشتن نمی شود تا این که دیه نصف دیه مثلا مردی را به صاحب اون مرد داده شود، بعدا او را بکشید. چنین چیزی ما در سنت نداریم. خب ما تقریبا 1-2 دقیقه مونده تا میان برنامه. فقط یک سوال بکنم، آیا دیه زن نصف دیه مرده؟
حالا که جانشون گفتیم که برابره، هیچ فرقی حالا نمیکنه. دیهشون نصفه. چون این یک سوال خیلی قشنگی است. اولا من بیان میکنم از نظر ارزش نزد پروردگار زن و مرد یکسان هستند. درست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. درست. گرامی ترین شما نزد الله متقی ترین است. پس از نظر ارزش یکی هستند. از لحاظ جان هیچ تفاوتی ندارند. از لحاظ دیه من به شما بگویم یک حدیث صحیحی وجود ندارد این که گفته باشد دیه زن تفاوت دارد. این نکته خیلی مهم است. هرچند بعضی احادیث وجود دارد که میگوید تا 1/3 برابر، مشکلی نیست. یعنی حتی اگر مثلا دیه زن مثلا اگر جراح مثلا اگر کسی انگشت کسی را قطع کند ببرد مثلا مرد باشه یا زن 10 شتر دیهش است. 2 تا انگشت 20 شتر، 3 تا انگشت 30 شتر. یعنی تا اینجا طبق یک حدیث که اون هم جای بحث است. این هم یک میگه تا 1/3 دیه زن و مرد برابر هستند در یک حدیثی که بعضی از اهل علم آن را تصحیح نمودند. ولی در واقع یک حدیث صحیح در مورد تعیین دیه زن و اینکه با دیه مرد تفاوت دارد وجود ندارد. درست. اینم را بگویم. اما یک چیز دیگری وجود دارد. قول علما بر این است. درست. قول علما و بیشتر علما بر این هستند که دیه زن نصف دیه مرد است. ولی چرا مثلا حالا ما میگیم در قرآن که قطعا وجود ندارد، در سنت هم سنت صحیح هم وجود ندارد تعیین آن. پس اگر ما فرض کنیم این درست است، ما فرض کنیم به خاطر چیست؟ بر اساس این که چون اون کسی که در خانه درآمد را کسب میکند و نفقه در میآورد غالبا مرد است. و وقتی که مرد باشد، وقتی که مرد خانه مثلا فوت می کند و از بین می رود، تمام دیگه نون خانه باقی نمیمونه. کسی نیست یعنی نون آور خانه از بین رفت. درست. تمام شد و رفت. در اینجا دیه او بیشتر تا به همه بازماندگان برسد. این یکی. اما اگر زنی فوت کند، چون زن در اصل اقتصادی در واقع منبع درآمد نیست برای خانواده، در نتیجه ضربه اقتصادی زیادی به خانه وارد نمی شود. با وجود این 50 شتر دیه اونم هست. 50 شتر. اگر کسی هم پول داشته باشد 500 سکه طلا، 500 مثقال طلا دیه زن است و دیه مردم 1000 سکه. یعنی 1000 مثقال طلا دیه مرد است اگر اینجوری باشد. حالا ما گفتیم در سنت چنین چیزی وجود ندارد. درست. اما قول بیشتر علما بر این است. درست. حالا اگر وقتی برای میان برنامه الان میان برنامه می‌بینیم ان شاء الله و پس بقیه موارد برای بعد ان شاء الله. بینندگان عزیز با ما باشید تا بعد از میان برنامه و در خدمتتون خواهیم بود و مبحث بعدی رو ان شاء الله ادامه خواهیم داد. پس تا بعد. نم نم شب‌های بی پایان او، گریه ها از دیدگان جان او، تا غم و اندوه امت کم شود، کم نمی شد اشک سرگردان او، کم نمی شد اشک سرگردان او. هر نفس از حق عفافم خواسته، صبحها با فکر من برخاسته، درد من اندوه دیرینش بود، شافه عقباست و از غم کاسته، شافه عقباست و از غم کاسته.
حق نظیرش را نفرموده عیان، از زمین خسته تا هفت آسمان، زیسته در گوشه شهری ز خاک، سمت معراجش به فوق کهکشان. شیوه انسان مدار ایرانگین، او مربی، او معلم، او امین. حق نوشته در کنار نام او، خیر خلقی رحمتا للعالمین، خیر خلقی رحمتا للعالمین. قاصدک ها می فرستم سوی او، تا نسیم صبح آرد بوی او. قرنها دورم من از عصر نبی، می تپم در اشتیاق روی او، می تپم در اشتیاق روی او. لابلای خلقت ارض و سما، حق ستاید فر شأن مصطفی. میرسد روزی که با هم میشویم، دار دنیا نیست کل ماجرا، دار دنیا نیست کل ماجرا. پونه میخندد پرستو میدمد، زندگی را زلف و ابرو میدمد. در کویر سینه با یاد رخش، زمزم و گلهای شبو میدمد. واژه های عشق را معناست او، زندگی را جلوه زیباست او. او سپه سالار قوم انبیا، امتان را شافع عقباست او، امتان را شافع عقباست او. سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در خدمتتون هستیم در برنامه دفاع از سنت و موضوع امروز در مورد قصاص هست و در بخش اول در مورد قصاص مرد در مقابل زن صحبت کردیم و جناب دکتر فرمودن که هیچ دلیلی در قرآن و سنت بر این وجود نداره که بگه اگر مردی زنی رو بکشه اون مرد کشته نمیشه و هیچ دلیلی هم بر این وجود نداره که خانواده مقتول یعنی خانواده زن باید نصف دیه رو به مرد بدن بعد مرد کشته بشه. همین چیزی در قرآن و در سنت وجود نداره، بلکه دلیل بر این وجود داره که زن و مرد خونشون برابر هست، همونطور که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی فرمودند. الان ما به این قضیه میرسیم، خب اگر اون مرد که زنی رو کشته پدر اون زن باشه، مردی بیاد دختر خودش رو بکشه، سوالمون اینجاست از جناب دکتر، آیا این مرد کشته میشه، پدر کشته میشه یا نه؟ چون ما میشنویم که پدر در مقابل فرزند قصاص نمیشه. آیا دلیلی برای این قضیه وجود داره؟ اصلا این حرف از چه کسی نقل شده؟ و آیا مخالفی داره این قول؟ درست. و اگر مخالفی داره دلیل هم دارن اینا؟ میخوایم این مناقشه بکنیم، این دلایل از کجا آمدن، چجوری این حکم صادر شده مثلا؟ این که مشخصه ظاهرا اینم سوال خیلی مهم است
و ظاهرا در قانون ایران بر این هستند بله. که پدر در مقابل فرزند کشته نمیشه. فرزند خودش را بکشد کشته نمیشه. و در نظر اهل سنت هم بیشترشون بر این هستند. بیشتر فقها بر این هستند که کشته نمیشه. و با توجه به دلایلی که امام ترمذی این دلایل را به صورت خلاصه آورده، خیلی قشنگ و زیبا در سنن خودشون، در سنن خود. امام ترمذی در سنن خودش حدیث را برای ما روایت می کند از طریق سراقه فرزند مالک فرزند جعشم. میفرماید من پیش رسول خدا بودم صلی الله علیه وسلم که پدر را اگر یقید الاب من ابنه ولا یقید الابن من ابیه، یعنی اگر فرزندی پدرش را میکشت قصاص میشد، اما اگر برعکسش بود پدری فرزند را میکشت قصاص نمیشد. امام ترمذی خیلی واضح میفرماید، میگه ما این حدیث را نمیشناسیم الا از طریق سراقه، یعنی ما این حدیث سراقه را نمیشناسیم جز از این طریق. ولیس اسناده بصحیح، و این هم سندش صحیح نیست. بعدا بیان میکند، میگه از طریق اسماعیل ابن عیاش، اون هم از مصنع ابن صباح روایت شده و مصنع ابن صباح هم ضعیف است. این یکی دیگر. و این حدیث هم ابو خالد احمر از حجاج ابن ارتاد روایت کرده، از عمرو ابن شعیب، از پدرش، از جدش، از عمر. میگه این هم باز ضعیف است. میفرماید و این حدیث هم عمرو ابن شعیب گاهی به مرسله روایت کرده، بعدا میفرماید در مجموع این حدیث یک حدیث مضطرب است. درست. اضطراب در آن است، یعنی یکی از اسباب ضعف حدیث اضطراب است. و این حدیث هم منقطع است. قول اهل علم دیگرم در مورد این بیان میکنم. اما امام ترمذی میفرماید والعمل على هذا عند اهل العلم. میگه اهل علم بر این هستند که فرزند در برابر پدر در برابر فرزندش کشته نمیشه. چون و حتی اگر پدری فرزندش را قذف کند، قذف یعنی تهمت زنا به او دهند، 8 ضرب به شلاق به او زده نمیشه. ولی یک چیز دیگری وجود دارد، میگویند اگر با دختر خودش زنا کند کشته میشود. پس این قضیه چجوری با هم خانی دارد؟ وقتی که ما این یکی را مستثنا کردیم چرا بقیه را مستثنا نمی‌کنید؟ یعنی بقیه چجوری مستثنا میشود؟ یعنی علما میگویند اصلا گناه قتل که بیشتر از زناست. بله، یعنی اگر پدر با دخترش زنا کند پدر کشته میشه. بله. خب میگم گناه قتل که بزرگتر از گناه زنا است، چرا در مقابل قتل کشته نمیشه؟ اما در مقابل زنا کشته میشه. حالا مسئله این است، منظور این است اولا این حدیث خود امام ترمذی میگه ضعیف است، تمام شد و رفت. و جمهور علما بر این هستند که بله کشته میشه. و یک حدیث دیگری از ابن عباس نقل میکنند که گفته در مسجد حد اجرا نمیشود، در داخل مسجد، و پدر در برابر فرزند کشته نمیشود. این هم یعنی این یک لفظ دیگر و همون مال هنا در مجموع این احادیث امام ابن المدینی که استاد امام بخاری است میفرماید این حدیث باطل است، حدیث نیست. امام ترمذی، امام ابن قطان، امام عبدالحق اشبیلی، از معاصرین احمد شاکر هم میگوید این حدیث ضعیفی است و قابل احتجاج نیست. اما از معاصرین شعیب ارناؤوط و ناصرالدین آلبانی گفتن مجموع این حدیث یعنی بدون استثناء همه گفتن که ضعیف است این حدیث در تمام طرقش. اما چون طرقش فراوان است، از وجوه مختلف اومده، به حد حسن میرسد. اما قول دیگر که امام شافعی صریح و روشن میفرماید این حدیثی است که به کلی منقطع است. یعنی یک حدیث صحیح و
ضعیفی یعنی صحیحی در این زمینه وجود ندارد. میفرماید قال الشافعي طرق هذا الحديث كلها منقطعه و امام عبدالحق اشبیلانی تمامش سندش منقطعه. وقتی که در سند حدیث انقطاع وجود داشت دیگه حدیث صحیح نیست. چون ما گفتیم شرط حدیث صحیح این است که متصل السند باشد، سندش متصل، هیچ کسی در اون اثنا سلسله سند نیفتاده باشد. این حدیث امام شافعی میفرماید همهش تمام سلسله سند این حدیث یعنی همهشون منقطع هستند. و عبدالحق اشبیلی میفرماید كلها معلولة لا يصح فيها شيء. میگه تمام این احادیث ضعیف هستند، هیچ کدوم صحیح وجود نداره در این احادیث. حالا مطلب این است ابن عبدالهادی میگوید تمام احادیث این باب همه ضعیف هستند. احادیث البابی كلها ضعیفه. اینها. حالا پس در مقابل امام ابن قدامه در المغنی خود میفرماید امام ابن نافع و امام ابن عبدالحکم و امام ابن المنذر، این نکته که الان بیان کردیم، و امام اون دیگه امام ابن قدامه نیاورده، ولی امام صنعانی در سبل السلام میگوید عثمان بن مسلم بتی ابو عمرو بصری. این هم این چهار امام بزرگوار بر این هستند که کشته می شود. و امام مالک هم. حالا بعد از همه اینها نوبت به امام مالک می رسد. امام مالک هم می فرماید اگر واقعا قصد جان فرزندش را کند، یعنی قتل عمد باشه، یعنی قتلش به گونه‌ای باشد کسی در آن شک نداشته باشد که این قصدش کشتنش بوده. مثلا شمشیری روی گردنش بزند یا چاقو روی گردنش بزند، یعنی کاری کند که به اتفاق این عمد است، در اون صورت کشته میشه. این قول امام مالک هم هست. این دیگه مشکل خیلی قضیه خیلی اهون‌تر می شود. در واقع یعنی جنب مخالفین قوی میشه، خیلی قوی میشه. امام مالک و امام ابن المنذر هم یک ثقل خیلی سنگینی است. امام ابن عبدالحکم اصلا اگر من یک مقداری در مورد اینا صحبت کنیم خوبه، یعنی تا اینا بشناس، یعنی اینا چه افرادی هستند که مثلا ما در موردشان داریم صحبت میکنیم. مثلا امام بتی عثمان بن مسلم بتی ابو عمرو بصری که بگن عثمان بن مسلم ابن جرموز یا عثمان بن سلیمان بن جرموز، که یعنی انگار کارش فروش لباس بوده، پارچه فروش بوده و این خاطر گفتن بتی. بعدا این کسی بوده که امام ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه ازش حدیث روایت میکنند. این امام در متوفای سال 143 هجری است. 143 هجری فوت کرده، یعنی قبل از اینکه ابو حنیفه فوت کنه این فوت کرده، یعنی هم عصر امام ابو حنیفه است. درست. و این یکی. و امام ابن حجر گفته انسان صدوقی است. امام ذهبی گفته امام احمد و غیر امام احمد اولا توثیق نموده اند. و عبدالحکم که امام ابن قدامه مقدسی امام در المغنی میفرماید عبدالحکم چه کسی است؟ عبدالله بن عبدالحکم بن اعیون مصری ابو محمد فقیه مالکی، پدر محمد و عبدالرحمن و سعد و عبدالحکم، پدر ایناست که متولد سال 155 هجری است. 5 سال بعد از وفات ابو حنیفه متولد شده. و امام شافعی 5 سال از او بزرگتر است. 150 متولد شده و فوت کرده در 214 که امام شافعی در 204 فوت کرده. درست. این هم امام نسائی از او حدیث روایت می کند. و امام ابن حجر می فرماید صدوق. امام ذهبی می فرماید ابو زرعه رازی او را توثیق نموده و ابن راوه و می گوید این شیخ مصر بوده، مرد بزرگواری بود. ماشاءالله. اینها این افراد بودند. امام ابن المنذر هم که
مشخصه امام ابو بکر محمد بن ابراهیم بن منذر اهل نیشابور شافعی مذهب و ساکن مکه، متوفای 309 یا 310 هجری بوده که پدر شیخ ابو اسحاق که امام ذهبی میفرماید محمد بن یحیی بن عمار در سال 316 به او رسیده که یکی از اعلام این امت است. امام ذهبی میفرماید کتاب الاجماع تألیف نموده و کتاب الاسراء فی اختلاف العلماء و کتاب الاوسط و کتاب تفسیر و غیر از اینها، و از محمد بن میمون حدیث شنیده و جماعتی از او روایت کردن و امام سبکی یعنی به عنوان یکی از علمای بزرگ آن را ذکر نموده و میفرماید او فروع فراوان و مشهوری دارد. همه این دلایل یعنی همه اینا از این افراد هست، یعنی این علما، این عالمان بزرگ، یعنی اونا هم ثقل کمی ندارن. درست. در نتیجه بعد از این که ثابت شد که اون احادیث همش ضعیف هستند، همش منقطع است، همش معلول است، یعنی حدیثی که علتی در آن وجود داشته باشند حدیث ضعیف است. امام عبدالحق گفت معلول هستند. ما گفتیم حدیث صحیح ما رواه عدل تام الضبط عن مثله الى منتهاه متصل السند من غیر علت ولا شذوذ. نباید علت در آن باشد و نباید شاذ باشد و باید متصل باشد و باید عادل باشد و باید حافظه قوی داشته باشد. درست. پس اینجا هم معلول هست هم منقطع هست. درست. یعنی دو تا شروط از شروط صحیح در آن حدیث وجود ندارد. درست. و از علمای معاصر چه کسی این قول را گفته؟ ابن عثیمین هم بر این است. ابن عثیمین نظرش بر این است که کشته می شود. میگوید اولا دو تا دلیل برای این قضیه ذکر نموده‌اند. یکی گفتن یکی دلیل در سنت که حدیثش مشخصه، از نظر استدلال که نگاه میکنید بیشتر اهل علم آن را چکار کرده؟ تضعیف کردن. و احادیث ضعیف در برابر اون ادله عام، درست، اون ادله عام که وجود دارد، مثلا النفس بالنفس المؤمنون تتکافأ دماؤهم، نفس در برابر نفس کشته می شود، مسلمانان خونشون همه یکسان هست، این مسائل و اون ادله کتب علیکم القصاص به صورت عمومی، همه اینها دلیل هستند، دلیل قوی هستند و اینها قوی و قطعی از قرآن و سنت متواتر و مشهور. در نتیجه این احادیث ضعیف در برابر آن مقاومت ندارند. درست. این یکی دیگر مثلا قول یک قاعده شرعی است، میگویند چون پدر سبب وجود فرزند است، در نتیجه فرزند نمیتواند سبب نابودی پدر شود. در اینجا ابن عثیمین میفرماید در واقع اینجوری نیست، پدر خودش سبب نابودی خودش هست. درسته، خودش داره جنایت کرده. درسته، اگر پدر نمیگفت فرزند که کاری پدر نداشت، فرزند مسکین هیچ سببی نشده برای اینکه او کشته بشه. پس در نتیجه این قاعده هم در اینجا قاعده یعنی برعکس تطبیق نمیشه اینجا. یعنی خودش سبب قتل خودش شده. درست. نه فرزند مسکین سبب قتل او. سبب قصاص قتله. خود قتل پدر مرتکب شده. بله، پدر مرتکب شده. در نتیجه با این استدلال های بسیار قوی ما بر این هستیم که واقعا اگر پدری فرزند خودش را بکشد، چه دختر باشد چه پسر باشد، کشته می شود. درست. و قاتل هم آخر اونایی که میگویند، خب آیا حالا اونایی که میگویند کشته نمیشه، میگه چیکار میشود؟ باید دیهش گرفته بشه. خود دیه رو کی به کی میده؟ آفرین، میخواستم همین سوالو بپرسم. آفرین، این نکته خیلی مهم است. دیه به چه کسی داده میشود؟ به اولیاء دم غیر از پدر. وقتی که اون قاتل بوده دیگه او دیه به او داده نمیشود. چون همین است امام عمر در اون حدیث بیان میکند که یک شخصی گویا از امام عمر نقل می، اونم باز ضعیف از اونم ولی اون به فرض این که ما بگیم صحیح است، میگوید اگر کسی فرزند خودش را کشته،
میگه اگر به خاطر قول رسول خدا نبود صلی الله علیه وسلم که فرموده پدر به خاطر فرزندش کشته نمیشود تو را میکشتم لقتلتک. اما الان بیا دیهش را بپرداز، دیه همین که کشتی فرزندت، دیهش را میدهد و میگه بدید به برادرش، به برادر این قاتل، و خود قاتل هیچ سهمی از آن نداره دیگه. خود در اصل که دیه رو طایفه قاتل باید بدن، جمعاری بکنن. آخه دیه اگر قتل عمد باشد نخیر، اون در صورتی که قتل عمد باشه نه. درست. در برای قتل مثلا غیر عمد و قتل خطا بله. درست. چون قتل عمد دو چیز است، یعنی هم دیه به آن گفته میشه دیه مغلظه. بله دیه مغلظه. دیه مغلظه است، هم باید 60 تا از اون شترها باید بچه تو شکمشون باشن، آبستن باشن. بله. بله یعنی باید حامله باشن. بله. 60 تا از شتران حامله باشند و 40 تاهای دیگر مثلا چی، و این یکی باید به صورت نقدی داده شود و خودش هم باید بپردازد. درست. مغلظه بودنش از همین جهت است. در نتیجه و 2 ماه هم باید روزه باشه. اون برای این دیگه کفارت از نظر شرعی که اونم نظر امام شافعی بر این است بله باید روزه هم بگیرد. درست. یا برده را آزاد کند یا باید روزه هم بگیرد که بعضی از اهل علم بر این نیستند، ولی امام شافعی در این جام میگه این نص صریح قرآن است. باید این کار را انجام بدهد، یا 2 ماه روزه یا برده آزاد کند یا 2 ماه پشت سر هم روزه باشد که در آیه بیان شده. توبه است از جانب الله. بله این توبه از جانب خدا. حالا این فرصت داریم؟ تقریبا 5 دقیقه فرصت داریم. بله. با این قضیه یعنی ما خواستیم این مسئله را برای مسلمانان روشن کنیم که حقیقتا بسیاری از مردم دارند دین خدا را مسئول می‌دانند در برابر تمام این ناهنجاری هایی که در جامعه وجود دارد. درسته. در حالی که دین این ناهنجاری ها رو درست نکرده. اصلا قضیه فقط عرف و عادت و نمیدونم آداب و رسوم خودشونه. بله آداب و رسوم غلط خود آنها بوده که ما بیان کردیم. مسئله ازدواج باید چگونه باشد، چه ضرورتی دارد که مثلا بیاید یک مردی دختر خودش را مجبور کند که ازدواج کند با یک شخصی که اولاد نمیخواهد. این چه معنی دارد؟ این چه نوع یعنی اصلا انگار این دختر را انسان حساب نمی کند، مثل یک موجود یک ابزار به آن نگاه می کند. یا مثلا وقتی که با هم دعوا می کنند جنگ طایفه‌ای پیش می آید، میایند یک دختر مسکین را در این وسط قرار میدن، با اون خانواده میدن تا مشکل میگن این مثلا تا صلح بین این دو خانواده انجام میگیرد. شنیدم بلد نیستن که بیاین از نظر درست راه درست و شرعی در پیش بگیرن، نه اینکه مگر اسلام. حتی من گشتم آیا یک مورد وجود دارد که پدری دختر خودش را کشته باشد؟ در اسلام نبود. تنها دیدیم یک یهودی دختری را کشته بس. درست. من شنیدم این قضیه که شما فرمودید برای آشتی و صلح ایجاد کردن بین دو طایفه یعنی دختر رو میدن. بله. شنیدم که همون دختری که در مقابل خون داده شده به همسرش یا به خانواده همسرش میگه خب چرا با من اینقدر بدرفتاری میکنید؟ میگه ما شما رو در مقابل خون گرفتیم. واقعا تو که اصلا ارزش نداشتی. لا حول ولا قوة. یعنی اصلا قضیه رو حل نمیکنه. بله. یک نفر اونجا، یک انسان، یک مسلمانی اونجا قربانی میشه. بله واقعا. یعنی یک گناه بسیار بسیار بزرگ و یک گناه کبیره و اصلا این نکاح باطل است. بله. این نکاح باطل است طبق سنت رسول خدا. مثل شغار میشه دیگه. بله دیگه طبق سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم وقتی که کسی دخترش را به خاطر مصلحت شخصی خود به ازدواج در می آورد، ازدواج کسی و دختر نمیخواهد، این ازدواج باطل است. صحیح نیست. در نتیجه تمام این عرفهای باطل ما درست کردیم، اسلام اینو نیاورده. یعنی این مشکلاتی که در جامعه و ناهنجاری هایی که در جامعه ما میبینیم و مشاهده میکنیم این است که متاسفانه مسلمانان از دین خود آگاهی ندارند و پایبند به دین نیستند و به قرآن و سنت برنمیگردند، وگرنه قرآن و سنت این چیزا را حل میکند. حالا این مشکل برای کسانی که که بر مذهب اهل تشیع هستند که بسیار مصیبت بزرگی است. یعنی بیرون آوردن این مردم مسکین از این همه خرافات و لجن
خیلی طول میکشد. اما ما برای اهل سنت که آسونه دیگه، شما میگی من اهل سنت هستم، خیلی خوب، اهل سنت یعنی چی؟ یعنی پیرو سنت پیامبر باش، تمام شد دورم. برای اهل سنت این قضیه باید خیلی آسون باشد. دیگه هیچ گونه تعصب بیجا و تعصب بی مورد نباید در اینجا دخیل باشد. بدون توقف برگردن به سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. مگر خدا نفرموده و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول؟ اگر شما در موردی اختلاف و نزاعی داشتید، آن را به قرآن و به سنت برگردانید، به خدا و رسول برگردانید. خدا یعنی قرآن خدا و رسول یعنی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. دیگه این که مثلا ما بگوییم آقا فلانی این گفته ما باید همین باشیم، بابا فلانی یک انسان است، فلانی که پیامبر نیست. اگر کسی وحی برایش اومد بله، کسی برایش وحی نمیاد جز پیامبران علیهم الصلاة والسلام، و پیامبرم تمام آخرین پیامبر اومد و دیگه وحی هم قطع شده، تمام اون وحی که موجود است ما باید پیروی از آن بکنیم. وحی دیگری وجود ندارد که از آن پیروی کنیم، کسی دیگری وجود ندارد که برای او وحی بیاد. در نتیجه برای اهل سنت باید خیلی آسان و ساده باشد. ما اون هفته قبل دیدیم آقا قسم میخورد من این دختر رو به شما بر نمیگردونم، بعدا وقتی که آیه نازل میشود گفت والله دیگه چشم بالای چشم این کارو میکنم. تمام به محض این که آیه نازل میشد، حدیثی برایشون بیان میشد، سریع تمام بدون استثناء همه تسلیم حق بودن. پس ما باید اینجوری باشیم. باید ما سعی کنیم جامعه را اینجوری تربیت کنیم که پدر، مادر، دختر، خانواده گوش به فرمان خدا و رسول باشند علیه الصلاة والسلام. اگر خدا و رسول چیزی را فرمودند و راهی را برای ما بیان نمودند، قطعا خیر در آن است و راه درست در آن است. و ما وقتی که به قرآن و سنت برمیگردیم هیچ ظلمی، هیچ مشکلی در اینجا وجود ندارد. حالا من یک قضیه برای این کسانی بگم که میان اسلام رو متهم میکنن به خاطر این قضایا. اصلا اسلام اومده که این عادت ها رو از بین ببره. واقعا اسلام که این عادت ها رو درست نکرده. این عادت ها قبل از اسلام هم وجود داشته. الان متاسفانه مردم همون عادت ها رو حفظ کردن. بله بله. اسلام اومده که این عادت های ناروا و نادرست رو از بین ببره و عدالت رو در کل جامعه برپا کنه. جناب دکتر، ما به پایان برنامه رسیدیم. اگر نکته‌ای هست؟ والا نه دیگه، ما توصیه‌مون این است که مسلمانان در دین خود آگاهی خوبی پیدا کنند و متوجه شوند که خدا چی میفرماید، رسول خدا چی میفرماید صلی الله علیه و سلم. اگر در جایی برایمون ثابت شد که قرآن خدا و سنت رسول خدا چیزی را بیان فرموده، ما در برابرش سر تعظیم فرود بیاوریم و تسلیم آن شویم. دیگه این اختلافات و این که مثلا کسی مشکلی برایش پیش میاد، آقا این دین است و این رجعیت است و این انسان را عقب گرد میکند به عقب، این چیزا کار درست و شایسته ای نیست. درسته. جزاکم الله خیر جناب دکتر، خیلی استفاده کردیم از محضرتون و همچنین از بینندگان عزیز هم تشکر میکنیم که تا این لحظه ما بودید. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر شما بزرگواران رو به الله تعالی میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله.